این صدای غرش جنگنده ها حکایت از مرحله عملیاتی هفتمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت دارد. رزمایشی که صبح امروز با رمز یا ابوالفضل العباس در منطقه عمومی اصفهان عملیاتی شد. یا ابوالفضل العباس علیه السلام، یا ابوالفضل العباس علیه السلام، یا ابوالفضل العباس علیه السلام. هواپیماهای F5 و بومی صاعقه با بمب‌های 500 پوندی اهداف فرضی بر روی باندهای پروازی ایستگاه‌های رادار و سکوهای پرتاب موشک، مخازن سوخت و انبارهای مهمات را در منطقه نبرد منهدم کردند. تمام این کارا رو ما همیشه تمرین می‌کنیم، ولی یک جا به صورت هدفمند و در راستای اهداف خاص مطمئناً یک جور رضایتمندی خاصی رو با آدم القا می‌کنه. زمانی که هواپیماهای بمب‌افکن ما مشغول عملیات هستند، تاپ کاور اونها توسط هواپیمای F14 یعنی پشتیبانی توسط هواپیمای F14 از جنگنده های ما صورت میگیره. همچنین هواپیماهای F7 مجهز به بمب‌های هوشمند، نقطه زن، دور ایستا و راکت‌های ساخت داخل اولین بار اهداف حیاتی دشمن فرضی را با تکنیک‌های ابتکاری و خارج از رینگ پدافندی در عمق منطقه نبرد منهدم کردند. حجم آتش سندینگ در منطقه نبرد اجرا شد و جنگنده های ما تونستن تمام اون هدفهایی رو که ما دنبال میکردیم منهدم بکنن. در بخش دیگری از این رزمایش، عملیات جنگ الکترونیک، آزمایش سامانه‌های پیشرفته ارتباطی، انواع تسهیلات پروازی و انواع سامانه‌های تاکتیکی با موفقیت مأموریت‌های خود را انجام دادند. بچه‌های فنی چه تلاشی دارن؟ والا تلاش می‌کنن که هواپیما به سلامت بره و سلامت برگرده. همچنین هواپیمای ترابری C-130 با پشتیبانی جنگنده رهگیر F14 اقدام به بارریزی در میدان عملیات کرد. اقدامات انجام شده روز اول رزمایش با حضور کارشناسان نیروی هوایی ارتش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا برنامه‌های فردا با قدرت بیشتری انجام شود. محمدعلی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان. شلیک موشک آن 73 از هواپیمای میگ 29 رئیس قوات موفق شد. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. هواپیماهای C-130 نهاجا هم برای اولین بار منطقه را بمباران کردند. هرچه دیده شد حکایت در اقتدار و امنیت آسمان ایران داشت. آسمان امنی که تیز پروازان نهاجا برای وطن به ارمغان آوردند. غرش رعدآسای پرنده‌های شکاری باز لرزه بر اندام دشمنان انداخت، آنهایی که ایرانی امن و مقتدر نمی‌خواهند. برای دفاع از کیان مملکت اسلامی ما آماده دفاع از هر گونه خطری که این مرز و بوم رو تهدید بکنه هستیم. خلبانان نشان دادند با احدی تعارف ندارند، برای دفاع سر از پا نمی‌شناسند. در دومین روز رزمایش فداییان حریم ولایت، جنگنده بمب‌افکن‌های سوخو 24 از پایگاه هوایی شهید بابایی
راهی منطقه انارک شدند. مأموریتشان غافلگیری بود و گریز از رادارهای دشمن. با حضور ارزیابان ستاد کل نیروهای مسلح در منطقه عملیاتی انارک، موشک بهینه شده و نقطه زن X-25 اهداف زمینی رو با موفقیت منهدم کرد. هواپیماهای C-130 نهاجا هم برای اولین بار منطقه را بمباران کردند. اهداف همه مورد اصابت واقع شدن، قرار گرفتن. به اون اهدافی که داشتیم دست پیدا کردیم. خداوند شاکرم که این عمر دوباره رو واقعا به همرزمان آبی پوش سبز اندیش من داد که یک بار دیگه مراتب سربازی خودشون رو در دفاع از حریم مقدس ولایت ثابت بکنه. نمایش جنگنده بمب افکن‌های F4 با شلیک‌های موفق و بمب‌های هوشمند و نقطه زن، یعنی گوشه گوشه آسمان کشور زیر نگاه تیزبین خلبانان ورزیده ایرانی است. بهره‌گیری از تجربه خلبان‌های پیشکسوت در کنار روحیه خودباوری و ایمان خلبان‌های جوان نیروی هوایی از نقاط قوت این رزمایش 2 روزه در اصفهان بود. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه هوایی شهید بابایی.